شب گذشته بعد از مشاجره با همسرم از خونه بیرون زدم. قرار بود اون یه مدت بره خونه مادرش، اما صبح که در خونه رو باز کردم دیدم هنوز وسایلش هست، اما اثری از خودش نبود. هرچی صداش زدم جوابی نشنیدم. از خستگی روی مبل تکیه داده بودم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما همراهان عزیز به کانال ویران. خوش اومدید. قبل از اینکه ادامه داستان رو بشنویم ازتون میخوام با لایک و سابسکرایب از ما حمایت کنید. بوی الکل کل خونه پیچیده بود. همینطور که داشتم فیلم تماشا میکردم یهو صدای شلیک گلوله‌ای از طبقه بالای ساختمون شنیدم. با عجله به سمت راه پله رفتم. وقتی خواستم از پله بالا برم یه دفعه پاهام لیز خورد و پرت شدم پایین. یکی از پاها و قسمتی از سرم آسیب دید. با این حال 4 دست و پا خودم رو به بالا رسوندم. خون روی زمین و نرده ها دیوار پاشیده بود. صورت همسرم داغون شده بود و جسد بیجونش یه گوشه ای افتاده بود. شروع به گریه کردن و فریاد زدن کردم. اسلحه رو برداشتم. خواستم منم مثل اون خودکشی کنم، چون طاقت دیدن جای خالیش رو نداشتم و اون رو به شدت دوست داشتم. احساس میکردم بدون وجود اون نمیتونم به زندگی ادامه بدم. زمانی که اسلحه رو برداشتم دیدم خشابی داخلش نیست و فقط یه گلوله داشت. همسایه‌ها از صدای من پشت در جمع شده بودن. یکی از اونا در رو شکست و وارد شد. دید من بالای سر همسرم اسلحه به دست نشستم و فکر کرد من قاتلم و زنم رو کشتم. به پلیس زنگ زدن. اونا منو دستگیر کردن و به بازداشتگاه منتقل کردن. توی بازجویی‌ها به پلیس گفتم که همسرم خودکشی کرده و من اونو نکشتم. اونا باور نکردن، چون همه مدارک بر علیه من بود. توی دادگاه دفاعیاتمو مطرح کردم. آقای قاضی، من همسرم رو نکشتم، اون خودکشی کرده. قاضی یه نگاه تندی بهم کرد و گفت آقای محترم، همه مدارک علیه شماست. چطور میگی زنت رو نکشتی؟ خودت میدونی حکمت چیه. پس بهتره واسه آرامش وجدان خودت و خانواده مقتول به قتل اعتراف کنی. با چشمایی پر از اشک و صدای لرزون بازم حرفای قلبم رو تکرار کردم. تو همون لحظه که داشتم حرفا رو میزدم یه صدایی از ته دادگاه شنیدم که گفت پیمان تو بیگناهی. آقای قاضی، این مرد راست میگه. اون هرگز نمیتونه زنش رو کشته باشه. یه لحظه سرم آوردم بالا. همه توی دادگاه خشکشون زده بود. قلبم به شدت تون تون میزد و میخواست از جا کنده بشه. مادر زنم بلند شد و به طرف اون زن رفت و فریاد زد مهلا، مهلا دختر عزیزم. با شنیدن این جمله بیهوش روی زمین افتادم. وقتی چشمم رو باز کردم توی بیمارستان بودم و همسرم مهلا بالای سرم بود و اشک میریخت. سرم داشت گیج میرفت. من مهلا رو غرق در خون دیده بودم. اون جنازه، اون صدای شلیک، یعنی همش خواب بود یا شایدم من توهم زده بودم. مهلا به هم گفت شبی که با هم دعوامون شده بود من قصد داشتم یه مدت برم خارج از کشور پیش داداشم. اون موقع رفتم خونه مادرم توی شمرون، اما پاسپورتم یادم رفته بود. واسه همین خواهرم مهسا رو فرستادم خونه تا هم وسایلم هم پاسپورتم رو بیاره. اون زمانی که چشمش به شیشه الکل آشپزخونه میفته یه دفعه همه رو سر میکشه. بعدش هم با اسلحه‌ای که طبقه بالای خونه توی اتاقت بود خودش رو میکشه. از حرفهای مهلا شوکه شدم. هنوزم باور نمیکنم اون شب خواهر زنم بوده که خودکشی کرده، چون مهلا و مهسا
از وقتی با هم به دنیا اومدن مثل سیبی که از وسط نصف شده بی اندازه شبیه هم هستن. خب دوستان، اینم از داستان امشب. امیدوارم که لذت برده باشین. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب فراموش نشه. شب بر شما خوش.